و از این لحظه هم آقای محمد حسین ظاهری فر کار رو آغاز میکنه. بریم ببینیم که وسط زمین و درون این زمین چه اتفاقاتی قرار رخ بده. آرمان رمضانی اول توپ دشت میکنه در محوطه جریمه گال کاکوتا. تو برگشت توسط محمود مطلق زاده. ساتر بلند به روی دروازه، یه ضربه اونجا میاد کارو تمام کنه و از همه عبور میکنه، میرسه به رافائل سیلوا. چهره شناخته شده ترکیب تیم استقلال تهران خواهد بود. رامین رضاییان یه پاس بلند و دفع از مدافعان استقلال خوزستان. دیدیر اندونگ با ضربه سر میرسونه به محمد حسین فلا و دفع از سبحان پسندیده. ضربه سر از محمد حسینی. یه پاس بلند به جایی که علی هلیشی تکو تنها حضور داره. محمد عبدالرضا به اون میرسه اما توپ به اون نمیرسه. تو سر توپ عالی ماشاریپوف، حداقل در حد اون همه حواشی که قبل از این مسابقه پیش اومد باشه. یه پاس پشت مدافعان از دروازه خارج میشه. حسین دروازه خالی است. از این موقع چه استفاده خواهند برد؟ یه لحظه نزدیک محمد عبدالرضا از همون نقطه‌ای که صاحب توپ شد دروازه استقلال تهران رو تهدید کنه. اسماعیل بابایی در اون دربی مشخص شد و همون دربی هم رکورد شکست ناپذیر تیم استقلال تهران حفظ شد و آخر سرم تو همون لیگ قهرمان لیگ شدند. باز به پشت مدافعان نونیز میرفت که دروازه باز بشه. یه بدن گذاشت و با یه چرخش دروازه سید حسین حسینی رو تهدید کرد اونجا کاینا نونیز. علل و دلایل انگیزه بالای او هستید برای این دیدار. رامین رضاییان و توپ به او رسید اما برخورد توپ با سبحان پسندیده پرتاب برای سفید پوشان استقلال تهران خواهد بود. یه شیطنت یه لحظه اونجا سبحان پسندیده انجام میده و همین باعث برانگیخته شدن هواداران استقلال تهران در ورزشگاه شهدای فولاد میشه. هم در جزئیات کار میتونیم ببینیم این نه، این یکی هم نه. گایل کاکوتا تو وسیله پاش لو میره و میرسه به آبی های خوزستان. اسماعیل بابایی توپ برمیداره و میره در فاز تهاجمی. اسلامی به دنبال او هست، پشت محوطه جریمه و سیو عالی حسینی و ضربه زیبای این چهره حامد بهیرایی. اینجا با هم ببینیم پشت محوطه جریمه و عالی زد و عالی هم گرفت حسینی. کورنر از سمت چپ به روی دروازه استقلال تهران نواخته خواهد شد. خود رامین محوطه رو نگاه میکنه بلند به روی دروازه. روزبه چشمی توپی که از کنار دروازه به بیرون میره و این هم یک تهدید فرستاده میشه. گایل کاکوتا میرسیم آرمان رمضانی، تک به تک آرمان رمضانی توپ به دیوار کناری دروازه استقلال خوزستان برخورد میکنه. با هم میبینیم چه پاسی داد اونجا گایل کاکوتا. یه اثر گذاشت آرمان رمضانی، توپ نرسید به سامان فلا. میخواد شوت زنی کنه. سامان فلا چه شوتی زد. پس بالای دروازه به بیرون رفت. در چارچوب بود، کار برای گوهری سخت میشد. بازم میانه های زمین پشت توپ اسماعیل بابایی. یارگیری من تو من در محوطه جریمه بلند خوب میفرسته به روی دروازه و حسینی اونجا مشت میکنه و کورنر به سود استقلال خوزستان خواهد بود. سید ابوالفضل جلالی کنار زمین آماده حضور در زمین مسابقه هستند. ماشاریپوف یه پاس پشت مدافعان، موقع خطرناک در اون شلوغی و توپی که برگشت داده میشه. آفساید هم نبود. چه فرصتی ایجاد کرده بود دوستان بپردازند. اندونگ یه پاس، چه پاسی و چه قدر نشناسی اونجا صورت میگیره.
رد کرده بود. در چه شرایطی که آفساید هم نبود توپ رسید به روزبه چشمی، اما قدر این موقعیت رو ندونست کاپیتان استقلالی ها. حتی کاپیتان دوم است که کاپیتان اول که صدحسین حسینی است. انتقال بازی به راست، رامین رضاییان تند و تیز رو حرکت کرده، سریع وارد فاز تهاجمی میشه تیم استقلال تهران. اسلامی خطرناکه، یک آتبک رو به بیرون و میگیره اونجا، میگیره احمد گوهری. فرار عالیه. میبینیم جزئیات کار رو. ماشاریپوف دیگه میرفت که بازی نسبتا خوبش رو تکمیل کنه، اما ایستادگی میکنه برابر او احمد گوهری. روزبه چشمی بیفاما، فرصت داره تیم استقلال خوزستان، کسی نیست از این فرصت و این حمله حمایت کنه. خیلی راحت هم توپ از دست میره و یه خطای خوشجا برای استقلال خوزستان. شیر رو فرستاد در زمین، حالا دیگه آب که فرستاد پرتغال نیست، ولی یه موقع گل توی دروازه بیفاما. این میشه تعویض طلایی استقلال خوزستان. چه جوی حالا حاکم میشه. 1-0 آبی های خوزستان باد به پرچمشون میوزه. فوق‌العاده بود. چه گلی، چه دقیقه‌ای و چقدر زود بیفاما خودش رو ثابت میکنه. اگر نتیجه تا پایان بمونه چه 3 امتیازی رو تیم استقلال خوزستان دشت میکنه با شاگردان این چهره میودرک بوژوویچ. استقلال تهران بعد از این گل زیبا توسط بیفاما چه خواهد بود؟ حالا یه نبرد انتحاری خواهیم دید. از به ثمر میاره. حالا موقع خطرناکی که اونجا ضربه سری که زده میشه، اما توپ در اختیار یارگیری های من تو من در محوطه جریمه. خود رامین رضاییان بلند و دستان کشیده احمد گوهری. نه، خبری از تهدید دروازه استقلال خوزستان نیست. یک تشکر ویژه هم داشته باشم از کلیه عواملی که در بهبود پوشش زنده تلویزیونی همراهی کردن، از جمله شرکت فولاد خوزستان، مهندس ابراهیمی مدیرعامل که در این مسیر همراه با شبکه خوزستان بودند. و حالا بازم بطری هایی که وارد زمین مسابقه میشند. اگر حالا این سمت که هواداران استقلال تهران نشستن، یه لحظه تحریک کرده سکوهای آبی پوش تهرانی رو ابوالفضل کوهی و بعدش هم یه درگیری بین او و رامین رضاییان شکل میگیره. ابوالفضل کوهی بازیکن جوان تیم استقلال خوزستان قشنگ خورد به دست محمد آبشک. نگه میداره زمان رو آقای محمد حسین زاهدی‌فر. ای کاشون حواشی قبل از مسابقه رخ نمیداد، چون فصل پیشم تیم استقلال تهران در حالا یه نفر از اون سکوها میاد و با ابوالفضل کوهی درگیر میشه. چه اتفاقاتی داره رخ میده؟ واقعا کاش اون بیانیه های قبل از مسابقه داده نمیشد و یه بازی معمولی برگزار میشد، تمام میشد. و حساسیت های روی سکوها رو اگر میبینید متأثی از رفتارهای قبل از مسابقه قطعا هست. کوشکی، خود کوشکی چند نفر رو میخواد اونجا دریبل کنه، تو میرسه ابوالفضل به کوشکی، تک به تک و موقعیتی که از دست میره و کورنر برای یه سانت به روی دروازه و تو وارد دروازه نمیشه. اندونگ و سیلوا یا نه، روبروش هست سیلوا، پاس در عرض، ساویو روبرتو
اونجا درگیر از ساویو روبرتو. چقدر خوب ساویو روبرتو تک به تک میشه یا نه قبلش خطا اعلام میشه. خطا به سود استقلال تهران. یه ضرب میخواد حسین توپو بفرسته روی دروازه و تمام. سوت پایان این دیدار حساس پر تنش پر از جنجال